چه چیز ایران بیشتر از همه چیز شما رو جذب میکنه غیر از زبان فارسی که خب حالا بالاخره هست و خاطرات مشترک؟ خب همون خاطراتی که فرمودید. ببینید ما تو ایران کشوری بوده ما رو پذیرفته به عنوان پناهنده زمانی که اومدیم و واقعا پناهنده هم نبودیم. ما رو به عنوان مهمان بودید. ما رو به عنوان شهروندشون پذیرفتن، حتی مهمان نبودیم، صاحب خانه بودیم. این خاطراتی که ما با تو ایران داریم خاطرات ماندگار هست. خب از اون طرف هم همیشه وقتی من میام ایران یه جایی رو که میخوام من برم دوباره ببینم عظیمیه کرج هست. عجب. آره میخوام اینو عجب. آره اینو یه جایی کرج اگه اینجا هستن دیگه آقای میشروان امروز احتمالاً تشریف میبرن اونجا. حالا بهشون به دوستان هم گفتیم یه برنامه‌ای چیز بشه. با مشترکات بسیار زیادی داریم با هم و همیشه این کشور و این مملکت رو خانه خودمون میدونیم. خیلی ممنونم. اینجا واقعا منزل شماست.